آموزش پیچیدن سیگار. اول وسایل مورد نیاز، پیپر یا کاغذ که انواع مختلفی داره، ولی اکثرا اینه که تو بازار هست همین مارکه و تو رنگ‌های سبز و آبی نقره‌ای هست که من سبزش ترجیح میدم، حالا بهتون میگم چرا. توتون یا تنباکوه که اینم خیلی انواع مختلفیش تو بازار هست، ولی من گلدن ویرجینیا رو به همه ترجیح میدم. طعم خوبی داره، خیلی سنگین نیست و به خاطر نوع بسته‌بندیش هم زیاد میمونه برای کسی که کم سیگار میکشن، خیلی جواب میده. و فیلتر که تقریبا همش مثل همه سایزهای مختلف داره، ولی خیلی با هم فرق نداره چه سریش استفاده میکنیم. خب اولین کاری که بکنیم اینه که یه دونه پیپر از بستمون در میاریم. این پیپر تفاوتش و دلیلی که من انتخاب میکنم اینه که همونطور که می‌بینیم برش خورده اینجاش و این باعث میشه که سیگار راحت تر بشه پیچید. مثل همه کاغذها یه سرش حالت چسب مانند داره مثل در پاکت نامه و وسطش هم تا خورده. اولین کاری که بکنیم اینه که با کاغذمون یه خورده همچین بازی میکنیم که این تاش از بین بره. بعد کاغذ رو حالا بر اولش که مثلا تو خونه و جاهایی که راحت ترین بپیچین شروع میکنیم، اول کاغذ میذاریم جلوتون جوری که قسمت که چسب داره به سمت بالا باشه. بعد یه فیلتر از بسته در میاریم و فیلترتون رو همونجور که کاغذ روبروتونه و قسمت چسبناکش بالاه، فیلتر رو سمت چپش قرار میدیم جوری که نه از سرش بیرون بزنه نه بیش از حد توی کاغذ قرار گرفته باشه. بعد از بسته توتونتون باز میشه یه خود توتون میریزیم روی کاغذ. حواستون باشه وقتی میخواین بریزین یه خود از همچین بازش کنیم بریزین، جوری که به هم چسبیده باشه نریزین توش، چون اونجوری هوا توش رد نمیشه، خوب نمیشه کشیدش. خب حالا اندازه خیلی مهمه که چقدر میریزین. اگه بیش از حد بریزین توتون فیلترتون رو سیاه میکنه، مزه سوختگی میزنه تو دهنتون. اگه هم کم بذارین که فرت و فوت خاموش میشه و اصلا نمیتونین راحت بکشین و بتکونینش و اصلا دنگ و فنگ داره. خب توتونمون رو میریزیم این تو. فقط دقت کنید اون سری که فیلتر نداره رو تا سر کاغذ پر نمی کنید، تا سر کاغذ توتون نمیریزید، چون وقتی میپیچونیمش یه خود همچین این توتوناش میریزه بیرون، بر همین خالی میذاریم که خودش پر شه موقع پیچیدن. خب بعد که این کار کردیم پیپرمون رو برمیداریم، دو سر پیپر رو به هم میرسونیم، همونطور که میبینید دو سر پیپر رو به هم میرسونیم و شروع میکنیم بازی کردن با پیپرمون که این تمام این توتونا قسمت پایینی جمع بشه، حالت همچین استوانه‌ای پیدا کنه شبیه سیگار بشه. فقط اینجا چیزی که دقت کنید اینه که خیلی همچین محکم اینو فشارش ندید، چون اگه این کار محکم بکنی باعث میشه که این توتونا دوباره به هم بچسبه. همچین خیلی آروم ملایم لایت دوستانه باش برخورد میکنیم، میپیچیمش جوری که این توتون تو تمام قسمت سیگار به صورت مساوی پخش بشه. خب این کار که کردیم میرسه مهمترین قسمت که رول کردن هم یا پیچیدن کاغذمونه. برای این کار بهترین کار اینه که شما شستتون رو بذارین قسمت وسط سیگار به این صورت قشنگ تا پایین بپیچونینش و بعد با انگشت اشارتون بیارین روش این قسمت چسب داره به این صورت. بعد قشنگ اینو محکم میگیریم میپیچیم بالا که این قشنگ رو هم قرار بگیره. قسمت آخر اینه که توف میزنید به بالاش و جمعش میکنیم که قشنگ بپیچه و بچسبه، قشنگ سفت محکم جمع جور. خب اینم نحوه سیگار پیچیدن. امیدوارم که بتونید سیگار خوبی بپیچین ازش استفاده کنید.